میکنم عزیزان، آمریکایی‌ها 11 مقامشون اعلام کردن جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. مگه قبلا جنگ مذهبی 30 ساله بوده که الان جدید؟ گفتن آره، 400 سال پیش توی اروپا بین کاتولیک‌ها، مسیحیای کاتولیک و مسیحیای پروتستان یه جنگی شد، اینقدر از هم کشتن تو 30 سال. نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل کلیسا و انجیل و مسیحیت بره کنار. شد دوره سکولاریسم، دوره علمانیت، دوره گذاشتن دین کنار. ریچارد هاس، جان کری، کیسینجر، برژینسکی، لئون پانتا و 5-6 نفر دیگه گفتن جنگ مذهبی جدید 30 ساله در سوریه و عراق شروع شده. به قدری این شیعیان با مدیریت حزب الله لبنان و اهل سنت با مدیریت داعش از هم میکشن تو همه کشورهای اسلامی. 30 سال بعد نسل بعدشون میاد میگه جمع کنید بابا، نه شیعه نه سنی، خیرت الله خیر، کل قرآن و مسجد و اسلام رو جمع کنید بره. تا این منتشر شد حضرت آقا تو بیمارستان بود، تابستون 93. به آیت الله عراقی حفظه الله دبیر مجمع تقریب مذاهب فرمود بگید همه علمای شیعه و سنی از سراسر جهان جمع بشن تهران. همه رو جمع کردن تهران. حضرت آقا فرمود برید بهشون گزارش بدید که این جنگه چیه. آی ولایتی یه بخشش رو توضیح داد، منم رفتم روی پرده کل سوابقش رو تبیین کردم که آقا اینه. علمای اهل سنت، علمای شیعه صداشون از وسط جلسه در اومد، توی هتل دکد المپیک بود، فریاد که چرا اینا رو توی شبکه‌های ماهواره‌ای نمیگید که مردم بدونن این بازی که راه افتاده تو سوریه علیه سوریه و بشار اسد نیست، علیه اصل اسلامه. گفتیم که اصلا نیت این که شما جمع شدید همینی که بدانید توطئه چیه. قرار شد که اول سال بعد شیعه علیه این قضیه موضع بگیره، سال بعدش اهل سنت. سال بعد در 1194 در شهر قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله همایش مبارزه با تکفیر برگزار شد. اهل سنت حضور داشت، دیدن اونجا بیانیه پایانی شیعه توی قم این بود که هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کنه از شیعه بیرونه. جریان شیعه انگلیسی هم جلوشو گرفتن و رفتن دیدار حضرت آقا. ایشون فرمود تشیع انگلیسی. اینا اهل سنت دید بابا شیعه عزمش جدیه. سال بعد نوبت اهل سنت بود. کجا برگزار شد؟ در گروزنی چچن. چرا؟ چون که بیشتر فرماندهان داعش از گروزنی چچنن. سران هر 4 مذهب برادران اهل سنت، حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی جمع شدند، 1,200,000,000 مسلمان و مسئولین جامعه به اصطلاح الازهر مصر، حوزه علمی اصلی اینا توی مصر. 4 روز همایش بود. در 4 مرداد 1395 بعد از 4 روز اومدن جلو دوربین ها وایستادن، جلو خبرنگارای جهان، گفتن هر کس شیعه رو تکفیر کنه و توهین کنه از اهل سنت بیرونه، به ویژه این که در اهل سنت پدیده‌ای به نام وهابیت قبول نیست. وهابیت رو از اهل سنت انداختن بیرون. این پیروزی عظیم که پاپ توی واتیکان 400 سال پیش نتونست بین کاتولیکا و پروتستان ها وحدت ایجاد کنه، اینو امام مسلمین تو بیمارستان بود، کسالت داشت، موقع حضرت آقا بیمارستان بود، اینا رو سوار ون میکردن، 5 تا 5 تا 4 تا 4 تا میبردن بیمارستان دیدار آقا. ایشون میفرمود شنیدید که این جنگ 30 ساله است، علیه قرآنه، برید اینو خنثیش کنید. شیعه این تیغه گازنبر رو زد، این تکفیریای شیعه رو. اهل سنت هم تکفیریای وهابی رو زدن. 2 تیغه گازنبر زده شد. سال 95 قاسم سال 96 بساط داعش رو جمع کرد. موفقیت حاج قاسم سال 96 که گفت من 3 ماه دیگه جمعشون میکنم، منوط به موفقیت مرجعیت شیعه بود در اینکه بتواند با مرجعیت اهل سنت جلوی تکفیر مسلمین رو بگیره. این مدیریت استراتژیک ولایت فقیه.